عشق من بزن. صابونای قدیم، آهنگای قدیم، همه چی قدیم. صابونای مراغه بود، یه دونش یه ایل رو جواب میداد واقعا. همین چی قدیم. بیسکویت مادرای قدیم. بیسکویت مادر خریدم مزه عمه میداد. مثلا مورچه های قدیم، مورچه گازم گرفت گفتم آخ گفت جون. اصلا مورچه های قدیم اینجوری نبودن که. رفیقی میگفت که ساعت 5 صبح برای من SMS اومد. شب شنبه خوابیده بودم، از مسافرت اومده بودم، خسته و درمونده. با ناراحتی SMS رو باز کردم، دیدم نوشته بود که قالیشویی شربت اغلی هیچ گونه شعبه دیگه‌ای ندارم. میگم بغض گلومو گرفت، اشک تو چشام جمع شد، چون همیشه با خودم فکر میکردم اینا یه شعبه دیگه دارن نمیگن. 5 صبح گفتم ما راحت شدیم واقعا. ببینید چقدر تفاوت هست.